امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 5 فوریه برای انجام سفری رسمی عازم قطر شد. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داد و گفت که امامعلی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، اقتصاد، وزیر امور داخلی، تندرستی، معارف، نقلیات و دیگر مقامات بلندپایه همراهی می‌کنند. روز یکشنبه در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دولت قطر در شهر دوحه ملاقات با صاحبکاران و دایره‌های سرمایه‌گذاری این کشور دایر شد. در این نشست لایحه‌های خرد و بزرگ تاجیکستان در ساحه‌های گیدروانرژتیک، صنعت سبک و خوراکواری، بنیاد کارخانه‌های کارکرد معدن‌های کوهی، استحصال محصولات ساختمانی، کارکرد محصولات کشاورزی، بنیاد اینفراساختار توریسم از جمله سیاحت کوهی و فراهمسازی امکانات‌های مساعد برای صادرات آب تازه نوشاکی به دولت قطر، سمت‌های افضلیتناک و منفعت‌آور همکاری دایره سرمایه‌گذاری مالیوی تاجیکستان و قطر ارزیابی گردید. رسانه‌های دولتی قطر نوشتند امامعلی رحمان روز دوشنبه با امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی درباره همکاری‌های دوجانبه و راه‌های گسترش آنها گفتگو می‌کند. ظاهراً تکمیل ساختمان نیمه ساخته مسجد عظیم در مرکز دوشنبه که با سرمایه قطر بنیاد می‌شود یکی از موضوعهای صحبت رئیس جمهور تاجیکستان با مقامات قطر خواهد بود. ساختمان مسجد عظیمی که در مرکز دوشنبه است سال 2011 شروع شده بود و قرار بود که در مدت 5 سال کاملا مورد بهره برداری قرار بگیرد. اما بحث سر طرح و خراجات برای حجم مبلغ و دیگر مسائل حقوقی سبب طول کشیدن ساختمان شده است. خود رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان آخر ماه دکبر سال 2015 با رفت ساختمان مسجد آشنا شده بود. در صورت تکمیل شدن این مسجد بزرگترین در آسیای مرکزی می شود و تنها در تالار اساسی آن 50,000 نفر جای می گیرند. در ابتدا خراجات برای مسجد 100 میلیون دلار پیش بینی می شد که قرار بود بیش از 70 میلیون دلار آن را قطر بدهد.